این شاخه‌های گوزن است که چند روز قبل در باغ ҷонварони Душанбе فавтید. مرگ او در حال صورت گرفت که یک هفته پیش شاخه‌اش را دختران باغ بریدند. می شود که یگون خیفیت پیدا می شود یا که جای نگهداریش به حد تنگ است با جفتش حمله میکند، یعنی ضرر میرساند، میگیرند اما را با لفظ دکتری گویم آمپوتاسیون میکنند. اما از جای معین دارد، اونجا نشانه دارد که یگون تورهای عصب یگون رگ خونگرد در این حالت آسیب نمیرسد. این پنجره های خراب شده با گفته مسئولین باغ ҷонварон آثار شاخزنی های گوزن است. گوزنی که یک هفته پیش در همین باغ فوتید. مسئولین باغ ҷонварон میگویند محض به خاطر بخطری تماشابینان شاخهای گوزن بریده شد. حالا برخی ها مرگ گوزن را به بریدن شاخهای او ربط میدهند. مسئولین باغ این ادعا را رد میکنند و میگویند گوزن در پی بیماری فوتید. گوزن فوتیده چند روز قبل با دو گوزن دیگر یک جا کرده شده بود. اول آهوی مادینه را دیدیم که میلرزد. بعد روبر از من پرسید که سفر بیا که این آهوی مادینه لرزیده است. من با شوخی کردم که نارینه ممکن زده باشه، از ترس همون باشد. بعد از این طرف گذشتیم که در درون خونه شه و هم لرزیده شده است. تا مثلا با مسافه تخمین 100 متر رفتن کلیچ آوردن، آهو تلافی. مرگ گوزن و شترمرغ دو جانوری نادر در باغ ҷонварони Душанбе در این چند روز اخیر موج ناراضگی ها را به بار آورده است. این حادثه موضوع شرایط بد нигаҳдории ҷонварон در باغ وحوش دوشنبه را دوباره داغ کرد. برخی حتی پیشنهاد بستن باغ را دارند. این باری اول نیست که جانوران در این باغ می‌فوتند. این حادثه نمیتواند حامیان و دوستداران جانوران را بی‌طرف گذارد. مردم میگویند در تمام اطراف باغ صدای جانوران گرسنه شنیده می شود. این باغ هم در مرکز شهر فعالیت دارد و این دهشت است. ما از حکومت شهر خواستیم که بگوید چه چاره‌ها نسبت این حادثه اندیشیده می شود. سبب دقیق مرگ گوزن هم که 13 سال داشته 4 سال پیش از قزاقستان آورده شد، حالا از طرف مقامات تفتیش می شود. باغ ҳайвоноти Душанбе را سالهای 60 عصر گذشته ساختند و تا این زمان بازسازی زیادی را از سر نگذرانیده است. در این باغ امروز 1015 جانور نگهداری می شود. مقداری خوراک یک روزه شو کدام نمودی که است 100% تامین می شود، 100% خرانده می شود. فقط یک چیز است که همین تماشابینان ما می‌بینند اینو محدود کیا زندگیشو اومد پیش وای دویده می‌بینند، یعنی که محدوده، زوره به همون چی نباشه، در طبیعت باشه. اگر آدم پیش او بره وای 5 کیلومتر گریختن بعد همونا میگن که اینو گرسنه هستن. این باری اول نیست که تماشابینان و ساکنان با گذاشتن عکس و نوار از حال جانوران در داخل پنجره ها شرایط باغ را به باد تنقید میکشند. اکثریت وضع این باغ و شرایط جانوران را حزن‌انگیز میخوانند. تازگیشون هم نقض نیسته. میبینی که هم حیوانات چه شرایط ویا تازگیشون نقض نیسته. باید سریع میایم ما کار هم خیلی زب خیلی بیزه که هم خیلی بوی بیزه میره که ها نه اونجا دا بوش هم میفهمی. فرقیتی بین 70 سال پیش و حاضر خیلی چیز است. ممکن 70 سال زیادتر شده باشد. به هر حال وابسته به همین شرایطی که هست به فکر من کم کم مطابق هست. اکنون گفتم ممکن نیست که مثل رنگی زوپارکوی یا باغ حیوانات که در دیگر شهرهای سرزمین اون زمانهایی هستن. به هر حال اما خوب است نظر به سالهای گذشته. در چند سال اخیر باغ ҷонварони Душанбе بارها با حادثه‌های مختلف در سرخط خبرها قرار گرفت. هلاکت دو ماری نوعی پیچان و مرگ توسنبوی یگانه بهموت زوپارک از پرسر و صداترین ها بود. سالهاست جانورشناسان برای از نو ساختن باغی مطابق به معیارهای زمانوی و شرایط خوب صدا بلند میکنند و این موضوع هم در جلسه های حکومت بررسی شده است. برای بنیاد باغ نو جانوران حکومت شهر حالا جای دیگر درآمدگاه شمالی دوشنبه منطقه چهارباغ را انتخاب کرده است. اما این باغ کی و در چه شکل ساخته می شود هنوز معلوم نیست.